بدل آفتابی ای محبت، بدل آفتابی ای محبت، بدست ماکتابی ای محبت، بدست ماکتابی ای محبت. اویله و اویله‌داری تاجیکان از قدیم الایام نمونه عبرت جهانیان بود و امروز نیز پابرجاست و حلقه پیوند از نسل به نسل می رود. این بار جوانان سعادتمند و گلدختران هوشمند که آداب روزگارداری و اویله‌داری را از پیران روزگار برداشتند، بعد تمیز کردن روبوچین نمودن حولی ریحان و انار و میوه های باغ خویش را چیده برای زمستان گذرانی آمادگی دیده. دخترها آماده شویم. استادانی با تجربه می آیند. از زندگی آنها ما هم باید برخوردار شویم، تجربه گیریم. البته. درود به شما عزیزان ارجمند. برنامه نوبتی آفتاب محبت را ما با یک جهان مهر و محبت و اخلاص و صمیمیت منظور می داریم. این بار موضوع ما نقشی خسور و خوشدامن برای پایداری عائله های جوان است. ما را همراه باشید. در عائله پیش از همه رسالت عائله داری به دوش زن مادر است، خوشدامن است و خسور هم نقشی مرکزی را می بازد، زیرا که در آن خانه‌ای که مرد سروری خانه است و سخنش تاثیرگذار است و عائله پابرجا می ماند. من اگر ما نظر کنیم یک مادر برای یک دختر رو تربیت کردن 18 سال زحمت می کشد و یک پسر رو تربیت کردن هم همچنین. نظری شما به همین؟ اصلا دایر به این موضوع حکمت های زیاد دارد. مسئله بسیار یک عجایب و هم اینچنین مشکل و هم اینچنین حساس ترین است که از همون دو نوجوانی که عائله برپا میکنند در مردمان شرق نخستین تجربه عشق را، نخستین تجربه محبت را آنها باید اینکه در همین عائله که با هزاران امید برپا نمودند باید آن را اثر گذرانند. در همون آسودگی عائله کدام عائله که باشد بیشتر همین جایگاه خوشدامن موقع مهم را می‌بازد. وقتی که با هزاران امید همون دختردار دختر خودش رو به شوهر می‌دهد و این پسردار با هزاران امید اون دخترک رو به خانه خود عروس کرده می‌بیایند، انا همینجا بسیار رولی جایگاهی خوشدامن اولین درجه میستد. البته جایگاهی خسور یا خیلی که در خوجندی باستانی ما میگویند امک پاچام خیلی نظرس است، بسیار نظرس است. خوشبختانه که همین خسورها هستند که در حقیقت بعضا عروس رو بسیار هم دوست میدارند. گذشته از این روزی دراز از صبح صادق تا شام آنها برای یک برده نان برای یک قوطی لایموت یافتن میروند و کلین رو همیشه بیگاه یا روز استراحت میبینند، چون دختر خود همین تجربه زندگی ما نشان میدهد که در مردمان تاجیک عموما شرقی
در حقیقت خسور کلین رو بیشتر و بیشتر دوست می‌دارد و این زنها برای من جواب دادن که در حقیقت انامین جایگاه خوشتومن خیلی زیاد است برای اون که خوشتومن انامون خواهد و هم با هزار امید کلین کرده اومد اگر خواهد که اویله فرزند جگرگوشه او آرام تینج یک تبسم کدی اخوانه بختشون بروید این از خوشتومن هم بسیار بسیار چیزا وابسته است چون که روزی در روز خسور نیستن خوشتومن از همون قدم اولین کلین نظاره میکند مشاهده میکند و خوب میشد که انامین تجربه زندگی و نشون میدهد که در حقیقت اگر خوشتومن ها با تجربه باشند ولی تجربه زندگی داشته باشند اونها کلین خود رو چون دختر قبول کرده یک محیط سالم رو برای جگربند خود ور میکنند لیکن اگر مثلا 5 بار همین دخترچه که کلین کرده اونده این کارات گنده این کارات گنده این کارات گنده گوییم وای دخترک خای فرزند کس است فرزند ما است امروز وای دلش از زندگی تماما وای چیکار کردنش رو نمیدونه محبتش گم میشود و همین مادران که دختر مهربان رو به شوهر دادن خوب میشد که از روز اول گویند که دختر مهربانم اکنون زندگی بسیار زیبا هست ولی پرپیچ و تاب است پستی و بلندی ها دارد اکنون تو با من عهد میکنی که دعای همونا رو میگیری فرزند همونا میشی از خانه یکون گپ رو برای من نمیبیاری انمی رولی مادری دختر هم بسیار و هست چون که اونها دخترای جوانی ما کلینای جوانی ما در ابتدا اندیشه میکنند که گپی مادرشون نسبت به خوشتومن حقتر است این خیلی کم در فکر چی هم هست چیزی که مادرشون گویان هم نمیکنند برای همین مادرانی که میخواهند که همین پسرشون هیچ وقت روی در هم نکشد خنده کرده از همون خانه بروید و مادر جان دعا دهید من اکن کار میروم نقش نیتون گفته و همین چیزی نیک رو خواهد و باید بسیار احتیاطکار باشد من به همین دختران گلرو جوانان پرفتوت گفتنی هستم که اگر همین سخنی ما همین یک ذره خورده که کم به قلب اینها وارد شده و در دریافتی روی حقیقی زندگی اثر کرده باشد ما خود را ممنون می‌حسابیم این در عائله بسیار رو هست مثلا وقتی که به خانه می‌درویم همین پای افضل رو که امک پاچو یا اینکه خوشتومن میکشن و کلین خاندان که صالحه هست و همون پای افضل ها رو با رویش رو به طرف بیرون کرده یعنی که وقتی که میبروین و یا برای پوشیدن عذاب نکشن حتی از همین آستانه در سر کرده انا همون دختره که محبتش فزون شده میگیرد برای همینم این هزاران هزار پهلوهای دارد که و دخترای ما باید که همین رو با نور چشم قبول کنند در عرفیت ما شخصانی که صاحب تجربه هستند بسیار یک عجایب انمی خانه‌داری رو تصویر کرده هستند 18 سال یا 19 سال انا همون پدری بزرگوار برادر خانواده مادر مهربان همین دخترک را برای شان و شرف این دخترک را که یک روز امید است که کرته سفید زیبا را پوشیده و درگاه یک جوانی خوب می رود دخترک را من همین همه طرفه حمایه میکنم یحکم اندازه البته از جهت معنوی که وای دخترک هم انسان است نه همیشه باید پیشی دیگی سیاه باشد او هم حق دارد که کمتر تحصیل کند حق دارد کمتر هنر گیرد البته چون که برای هیچ کس هم نباشد برای فرزندان خودش ضرور میشه انا وقتی که شما جوانان مهربان عائله برپا میکنید انامون در کفی دست که پدران اینقدر دختران خود رو حقانه از نوری چشم هم زیادتر دوست میدارن همین کف را آهسته میکشوین و همین دختری زیبا و به اولایشه که یکون مرتبه چشم او بدی رو ندیده است دهان او سخنی بد رو ندیده است پای او راهی بد رو ندیده است و امثال اون رو به شما هدیه میکنن و اکنون رسالتی جوان پسرانی ما انا همون به آلایش رو گرفته و انا همی خیر یعنی که به کف دست گرفته چون نوری چشم نگاه میکنید همین گونه یک زندگی عائله صالحی که برای مردم شریف تاجیک خدمت میکند برپا میشود رسالت مرد خیلی زیاد است بسیار زیاد است چگونه که خواهر مهربان شما قبل از این جایگاه پدر رو هم گفته بودید رسالت مردم بسیار زیاد است حتی ابن سینا میگویند که یگانه راهی که مرد میخواهد همسر خود را چی کند برای راست هدایت کند این فقط نصیحت کردن است جوان دخترای زیبای ما خوب باید درک نمایند که
مثلا در کتاب مقدس دین اسلام که بزرگان ما اون رو خوانده و در اثرهای خود انعکاس کردن، زن رو گویا خداوند برای آرامش مرد آفریده است. مثلا همین سخن رو ابن سینا از قرآن خوانده تحمل نموده در اثر تدبیر منزل خود نوشتند که زن همچون باید سوبیکت آرامش مرد باشد. اینا بینید یک جهان معنی دارد که همسر مهربان از در می درویند. یکم درجه البته همین رسم خوبی ما السلام علیکم خوب اومدید مونده نشدید باید که کس شینن یک دمشون نگیرن. البته وقتی که با طبع خوش قبول میکنید علاقه محیط خانواده یکم ارزش خودتون بلند میشود. توی محیط خانواده همین خیلی زیبا میشود. دخترای ما حتما باید این کارو کرده باشن. من چنین میسوبم. با دستی ما کتابی ای محبت. عزیزان ارجمند، در مهمانی برنامه ما حضور دارند حافظ شناخته جمهوری تاجیکستان حسن کمال. در ریپورتوار ایشان چقدر سرودهای وطن دوستانه، انسانگرایی، مهر و محبت و احترام والدین خیلی زیاد است. من شما را خوش آمدید میگویم. البته شما در تربیه فرزند هم دست بالا هستید. امروز فرزندان سالم و صالح را تربیه کردید که آنها در جامعه نمونه هستند و امروز که در برنامه ما جوانان هوشمند، جوانان دانشمند نشستند، از فیض صحبت هر یکی شما یک جهان معنی میبردارند. باوری هم داریم از نگاه شما همین نقش پدر و مادر، یعنی یا نقش خسور و خوشدامن در بنیاد عائله، پایداری عائله. گفتری هستم حالا که من جوانم، دنیا پر از جوانی است، هر جا که پا گذارم آنجا پر از جوانی است. البته در این برنامه جوانان حضور دارند. فرزندای ما اگر یک دیگر فهمی باشد، عائله برپا کردن این آسان نیست. من برای جوانان توصیه میدم که پیش از همه همین خانه به تربیه بسیار گیریتون از پدر و مادر. شکر انمین وطن و ملت میکنیم که همین زندگی کرده ایستادیم. در هر یک خاندان ما انمی خیلی دسترخوان ناز و نعمت است. سرود و موسیقی طنین انداز است. توی تماشا هست. برای همین جوانا هم وقت آرزو میکنم که هر یک شما در آینده با آرزوی نیت نیک عائله برپا کنید، صاحب فرزند شوید، همین برای وطن و ملت خدمت کنید. برای همین یک ترانه من در راست مادر میخونم که مادر با یک شیر سفید 40 فرزند رو تربیه میکنه. بخت آورم ای مادرم، مهرآفرم ای مادرم، غمخوار جان بال و پرم، تاج سرم ای مادرم. خورشید تابانی سحر بر سرم، گرمی دستانی تو دارد، گلهای خندانی چمن در برم، عطر دامانی تو دارد. مادر ای بهشتی بی خزانم، مادر نوبهاری گل فشانم، مادر راهنمای جاویدانم، جاویدان من، جاویدان من. مادر ای عزیز و مهربانم، مادر راز و دان و هم زبانم، مادر هم دمی روح و روانم، جانی جانم، جانی جان من. از قصه چشمانی تو یافتم سرنامه آزادگی را، در دامن ایمان تو یافتم پیمانه دل دادگی را. مادر ای بهشتی بی خزانم، مادر نوبهاری گل فشانم، مادر راهنمای جاویدانم، جاویدان من، جاویدان من. مادر ای عزیز و مهربانم، مادر راز و دان و هم زبانم، مادر هم دمی روح و روانم،
جان جانم جان جان من. خزانم مادر، نوبهاری گل فشانم مادر، راهنمای جاویدانم جاویدان من جاویدان من. مادر ای عزیز و مهربانم مادر، روزدان و هم زبانم مادر، همدمی روح و روانم جان جانم جان جان من. و دستی مکتابی ای محبت. نقشی حضور در اویله، پایداری اویله. در عرفیت هم میگوین که حضور عروسی خاندان رو پرستش میکند، یعنی که گپی سخت نمیگوید و همه وقت حمایه میکند. بعضا میشود که خوشدامن ها کمتر زیاده روی هم میکند. نظر شما به همین برای پایداری اویله؟ در اصل ما میراث برداران ملتی هستیم که تاریخ کهن دارد. تاریخ کهن داشتن خودش همین معنا را دارد که نیاگان ما اویدی آن مسئله که ما امروز گفتگوزار داریم اثرهای خیلی زیاد میراث گذاشتند. در آنجا اندیشه های خود را نسبت فرزند خود گفته باشند هم آن پند و اندرس ها با ما هم عبرت است. پیش از آن که درباره درون خانه اویله گپ زنیم، بهتر میشد یک محیطی وسیع جمعیت به سخن گفته باشیم. اویله تینجی پیدا میکند اگر جمعیت آباد باشد. از آن روزی که تاجیکستان استقلالیت به صاحب شد، وطن ما آبادی پیدا کرد. همه جا گل و گلزار، خانه آدمان به توی تماشا شده است. اویله دو جوان برای آنکه درباره اویله گپ زنیم یک روایت نه اندیشه است. پدر و مادر باغبان در باغ زندگی انسانی نهال میشنانند، روزی پرستش میکنند. نهال به وقتی پیوندی میرسد و آنها تخمینا از هیچ باغ نوده را برای پیوندی به نهال خودشان خریداری نمیکنند. البته میپرسند که نهال باغی کی میوه شیرین دارد، میوه بازارگیر دارد، میوه زیبا دارد. با یک آرزوی هوس دهقانی برای نوده پیوند انسانی به خانه آدمان خواستگاری میرود. بعد از آن که خرسندی و خوشیقتی رازگی نوده دادن پیدا شد، آن نوده را توی تماشاها کننده، گواه ها را گردی دسترخوان بخت فرزندان جمع کرده، ثانی آن نوده پیوندی را به نهال خود پیوند میکند. با آرزویی که یک روز این نهال یک درخت عظیم انسانی میشود و باز دیگران از نوده این نهال پیوندی را آرزو میکنند. این به انسان هم دخلش همین. جوانان اویله‌دار میشوند. از روزی که خبری خواستگار آمده است، در خانه دختر باد و هوا تغییر می‌یابد. البته دختر با پسر اندیشه انسانی داشته باشد، یکدیگر را شناخته باشند. دنیای باطنی دختر شکوفایی پیدا می‌کند که آن به آرزوی و هوسی خودش رسیده ایستاده است. البته اویله‌ای که آنها یکدیگر را نقص شناختند و خلق و اطوار یکدیگر که از نزدیک شناس شدند،
زندگی آنها آسیب دیدنش کمتر. آسیب دیدنش کمتر به کدام معنا؟ به همین معنا که دخترند دوگانش هست، پسرند آشناش هست، رشک برنده ها هستند، حسود خورا هستند. مصلحت من همین که نباید به گپ کوچه گوش کرده حیات خود را تلخی و شیرینیش را از روی گفتی کسان کنند. عقل رسای خدا داده رو بهترش این که برای زندگی آبادی خودشان کنند. عائله دار شدن. کلین وقتی که توی می شود سخن میتین آدمانی کلانسال با آدمانی کلانسال دست برداشته دعا میکنن که قدمی کلین الهیم نور بارد و درگاه داماد، قدمش به فیض باشد، قدمش به برکه باشد، فرزندی همین خانه باشد و در همین خانه سبزد. این دعاهایی است که چندین کتاب را در بر میگیرد. گپ اکنون درباره عقل و فراست دختر میرد. ما میدانیم کلان سالان که دختران حالا عمری که ما دیدیم ندیدند. تجربه حیاتی آنها به معیاری هست که آنها فقط دوگانه داری و صحبت دوگانگی و یا دانشجوی باشند که صحبت دانشجویی و حق و همسایگی دارند خلاص. لیکن آنها حالا با همسر خودشان همچون همسر و عائله صحبت کردگی نیستند. وقتی که عائله برپا میکنند و زن و شوهر میشوند، دنیای جسمانی آنها، دنیای معنوی آنها دیگر میشد. تأثیر محیط به آنها تماما دیگر خیلی تأثیر میکند. وقتی این یک کلمه است که پهلوی بسیار دارد. در عائله گفتار خوش باشد، زندگی خوش باشد، باید با دولت زندگانی کنند. دولت و بایگری و همه چیز از یکدیگر فهمی می آید. در عائله اگر یکدیگر فهمی باشد و البته دامادها، مردها، آدمان کوچه، از کوچه مرد هر خیل حالت بمی بیاد. همسر شدن پس غم هم از آن دو کس، شادی هم از آن دو کس. اگر فرض کنیم پسر داماد دید که کلین تباش خیره و خیرگی رو حرکت کردن نصفش رو گرفتنش در کار که و بیماری و تستر تبابت یابد. فیرز عائله داری هم همینقدر رو شار دست میگیم. بنابراین در عائله مناسبتی خوشی بین مرد و کلین زن باید با یکدیگر فهمی باشد. ای محبت نامه ارشاد من، سرنوایی عالمی جاد من. ای محبت نامه ارشاد من، سرنوایی عالمی جاد من. هر نفس ها هنگیزه با میزنی، هر نفس ها هنگیزه با میزنی. در دلیگر منوابون یاد من، در دلیگر منوابون یاد من. من تو را از بختی خندان یافتم، چون بهاری گل به دامان یافتم. من تو را از بختی خندان یافتم، چون بهاری گل به دامان یافتم. در جهانی آرزو جویا شدم، در کناری عالمی جان یافتم. در جهانی آرزو جویا شدم، در کناری عالمی جان یافتم.
زدی در جان من، ساز و آهنگ زدی در جان من، هم نوا با تو رو پودی من شدی، آمدی سازی وجودی من شدی. ای محبت نامه ارشاد من، سرنوایی عالمی ایجاد من، هر نفس آهنگ زیبا میزنی، هر نفس آهنگ زیبا میزنی، در دلی گرم و نوا بنیاد من. ای محبت نامه ارشاد من. بچه ها با دقت گوش کنید. آیله که نقص هست، یک دیگر فهمی هست، در آن آیله مرد آنقدر کلانسالی و نزدیکی نمی کند. عکسش هم همین. همسر هم همین. زنهایی که سالش کلان و در چهرهش جوانی میتابد و نشانه خوشی انسانی در آیله. اندیشه من همچون خسور نسبت به فرزند، نسبت به کیلین اون است که من میخواهم که از دقیقه اولین قدم به خانه ماندنشان کیلین خود را همچون فرزند حس کنند. بله، نه بیگانه. ها، نه بیگانه. در خیالهای کیلین خیالی احترام و عزت و همین خانه خانه بخت من بوده است گفتگی اندیشه قدم مانند و در رفتار و گفتار و کردارشان همه وقت صاحب همین خانه، فرزندی همین خانه بودنشان عکسی خود را یافته است. مادرم میگفتند که پسرم منی بی سواد میدانم که هر یک عباره 64 پهلو دارد. تو با سواد باز چند پهلوش بینی میکن. اینا که من کیلین ها و رسانده گفتنی هستم که پیش از آن که با خشتامن یک عباره را گفته باشند همان پهلوی گپ را گردانده گویند که خشتامن گوشش هم آسیب نبیند. نه سیخ سوزد و نه کباب. خواهند که احترام انسانی در خانه بلند باشد و خشتامن همچون فرزند دانند، برای وی آنچه خدمت کردن در کار. مرد باید هر دو طرف تراز را نگاه دارد که در عائله تنجی باشد. اما دامی که پسرتانم عائله دار شد، فرزنددار شد، وی هم علاقه فکری پوشاندن، خوراندن، دیگر چیزهای عائله‌اش می شود. در اینجا خشتامن ها، پدر عروس‌ها یا که خسرو کمتر قبول کردنشان در کار که این قانون زندگی. بنابراین در این حالت ما از روی تجربه‌ای که خوانده ایم، از روی تجربه‌ای که در عمر ما دیده ایم، باید جوانان را همین خیل تربیت کردنمون در کار که از هر پستی و بلندی زندگی آسیب نبینه. نافهمیام از کم تجربگی حالا حیاتی خوشتامن ندیدن می رود. اونها با حیات اکنون گفت و گذار پیدا میکنند. حتی سری دیگی مادری خودشان به ایستادنشان از سری دیگی خوشتامن به ایستادن فرق میکند. البته در خانه خودشان کفگیرشان دیگ به سخت‌تر رسد، توش برارد، هیچ کس آن کس به گم نمیزند. حتی توشی کفگیری که از دیگ خوشتامن میبرد به پیران سخت میرسد. البته به جوانان هم برعکسش هم. با گویا پیران همین خیال میکنند که طبع کیلین خیره. برای چی؟ برای اینکه فقط در طبع خیرگی کفگیر جاش به نمیفراد. بنابراین یعنی که خوراک پختن هم با مهر درهای عزیز. برای چی؟ برای اینکه اوقاتی که به مهر پخته میشد آنقدر لذت ندارد. زندگی هم اگر محبت باشد همین طور است. برای همان
من استودنت رو فقط جانا میگن. من در اینجا دانشجویان محترم شدیان، دخترها شدیان، پسرها شدیان. در آینده اویله بنیاد میکنن. البته در آینده اینها اویله برپا میکنن. همین مادرم میگفتن که خدا گوه که اول عقل راتیت ثانی دولت و نگرنه آدمی به عقل دولتی پدر و مادر در یک شب و روز نیست کردنش ممکن. اگر همسری و همین کلمه عقل را با همسری کشکره خلاصه برداری کنیم، اگر زندگی عقلانه شود، اگر خاری پیدا نمیشد، زندگی گلزار میشد، مهر و محبت شد، فرزندا هم در تربیهشان آسیب نمیبینن. فرزندا که در کودکش آسیب ندید و کلان شد، پدر و مادر ثانی عمر پیری خوش دیدنشان ممکن. در تربیه کردن، تربیه پسر به نگاه کرده، تربیه کرده به وایه رسانده خانه یک کس به فرستاندن دختر چندین مراتبه قین. پسرم علمان مادر دختر که دختر با 1001 نوازش و مهر مادری کلام میکند و از خانه که امید و آرزوی همه چیزش بود کنده شده به خانه شما میبیاد، احتیاط کردن در کار میگفتن. به من میگفتن که میخواهی که عمری پیریت خوش گذرد، صحبتی پدر مادر و فرزندی، اگر خواهی که عمری پیریت خوش گذرد، همسرت را از جوانیش احتیاط کن. آفرین. این سخنهای طلایی از جوانان عزیز. بنابراین احترامی بین هم همسر، هم زن، هم مرد، صدقاً، صادقاً، وفادارانه، مهربانانه، با عزت پیران در یک جایگی شدنش در کار. اگر هر یک پهلوهایی همون سخنی میگفتهشان را دانسته جوانانی ما به خسور، به خوشدامن، به همسر مراجعت کنند، زندگیشان گل میکند. من این گپ در باره حاضر سخن رفت معلومه میبخشید 64 پهلو میگفتن، میگفتن که شنونده هم گوش دارد، گوینده با همین اندیشه سخن کردنش در کار که گوشی شنونده آسیب نبیند. بله. برای آن که شنونده با مهر و محبت گپ شما را قبول کند، شما سخن را با همان پهلوی گردانده گفتنتان در کار که هم فایده وی باشد و هم مقصدی شما جامعه عمل باشد. و دستی ما کتابی ای محبت. در حیات، در عائله، عموما در تمام همین بشریت بعضی واژه‌های هستند که به محبت انسان را به یک محبتی به اولویشی میبرند که آن را با سخن افشا کردن خیلی مشکل است. وقتی که درباره مادر سرود خواندن، وقتی که درباره محبت انسانی که وای اینقدر به اولویش است سخن کردن، البته من هم مادر هستم، اما پاچو پدر هستن. اگر شما خواهید که مثلا آوانی کهنسالی شما همین خوش گذرد، زیبا گذرد، شما در زندگی همون بخت خودتون رو پسی سر کنید تا همون جگربند شما روی کمیه نبیند، از پدری خود محروم نشود که هیچ کس در دو دنیا هم جای او رو گرفته نمیتواند. همین خیلی بعضا میشود در حیات که به همون بعضی نوز و کرشمه که شاید ما در میان سالی شاید زیادتر سخن میگوییم، شاید یکم چیزهایی که البته ما انسان هستیم اشتباه میکنیم، کم ترک اگر تحمل کنید همه اش خوب میشود. از این لحاظ باز یک حکمت دیگر رو گفتنی هستم که امروز عالمان تاجیک در حقیقت بسیار زحمت میکشند در مورد خانوادگی و همین محبت عشق رو اگر از نگاهی فلسفه و حکمت، از نگاه اخلاق اگر تشریح نماییم، من باید برای شما گویم که همین خیلی با رنگ سیاه در کتاب‌های درسی که در دانشگاه عالی میخوانید همین خیلی زیبا نوشته هستند که معنای محبت از نگاه حکمت و فلسفه و اخلاق این خود را همیشه بخشیدن است، نه گرفتن. معنای محبتی که در عائله میگوییم یا در حیات میگوییم برای همسر، برای خشتمان، برای مادر مهربان، این چی است؟ این فقط خود را بخشیدن
بخشیدن است. چخیل بخشیدن؟ سوپی ساده خوب رو مثلا تر کرده، از جای خسته کم ترک پیش در خانه آب زده، در دروازه رو کشوده، یک پیاله چای برای همون خشتامن و امک بچه که میان سال شدند و باز هم میخوان کمتر کار کنند برای آنها آماده کرده، برای شوهر مهربان آماده کرده. البته وقتی که فرزنددار میشوید خوب است همون چیز رو شاید خشتامن و اندکی تحمل میکنند به کار میرود، اون رو فرزندان شما تحمل میکنند. یعنی همین محبت رو درک کردن در کار که خود رو همیشه چون شمع میسوزید و از دیگران چیزی رو طلب نمیکنید. این است محبت حقیقی، همین انسانی. همین رو باید جوانان دانسته باشند. در اصل جوانان باید دانند که خسر و خشتامن این خزینه زنده معنوی است. بله. در حیات تا آنها هستند از آنها تجربه گیرند. آنها که صاحب تجربه بسیاری زندگی هستند، جوانان اگر از تجربه آنها، از پند و نصیحت‌های آنها همچون میراث استفاده برند، آسیب دیدنشان کمتر میشد. بنابراین پدر و مادر برای فرزندش البته دلش میسوزد. او نمیخواهد که حیات فرزندش تلخی داشته باشد. در وقت گفتار جوانان باید چخیل که ما گفتیم عباره ها را همین خیل تلفظ کردنشان در کار که از آن حتی بوی تلخی نبیاید. این شیرین سخنان شیرینی گفته شده حیات را شیرین می سازد. مادامی که آرزوی و هوس جوانان زندگی با بختی شیرین هست، آنها خودشان باید کارنده شیرینی باشند. از آن چیزی که میکارند، چخیل که از بزرگان ما گفتند گندم کاری گندم میدروی، جو کاری جو. بنابراین خواه یاش خواه کلان سال در مناسبت، همین خیل مناسبتی در اول مناسبت همش مناسبت انسانی شدنش در کار. ما عباره انسانی را همین خیل میفهمیم که در دنیای هستی جاندارها خداوند به ما عقل و فراست داده است. از همین جهت در زندگی هم باید عقلانه رفتار کنیم. جوانان خواهند که صاحب بخت شوند، دو آنها نهال هستند، البته غم خوشی باغبان را هم خوردنشان در کار. و نگرنه همه آن شیرینی که در عائله هست اساسش خسر و خشتامن هستند. آنها همین خیل محیط را تشکیل کردند، میراث گذاشته ایستادند. آنها نمیدانند چند سال دیگر عمرشان هست. عمر انسان با خوشی دراز. تلخی تندی زندگی عمر آدم را کوتاه میکند. هر کسی که میخواهد که عمرش دراز باشد، از باطن انسانیش باید خوشی برآمده است. بله، عمر اگر خوش گذرد زندگی خیز رقم است، ور به ناخوش گذرد نیم نفس بسیار است. تمنا میکنیم که جوانان هوشمند ما از گفته های شما برداشت نمایند، در آینده در زندگیشان استفاده برند. در تاجیکستان بیشتاسای ما باز عائله های سالم و برومند زیاد باشند. استادانی عزیز، تشکر به سخنهای پرمضمونتان. بله دردانه، ما هم در آینده کوشش میکنیم که مثل استادان زندگی خوشبختانه گذرانیم. بیننده های عزیز و ارجمند، اینجا رسیدیم به فرجام برنامه. تمنا میکنیم که زندگیتان آباد و آسوده باشد و آفتاب محبت همیشه در قلبتان، در خاندان شما نور پاشی کند. تا دیدن دیدار سربلند و سعادتمند باشید. بدل آفتابی ای محبت، بدل آفتابی ای محبت، بدست ماکتابی ای محبت، بدست ماکتابی ای محبت.